دین زردشتی به طور مختصر چیست؟ دین زردشتی دینی خیلی قدیمی است. آن در اصل پیش از میلاد پیدا شده بود، شاید 500 یا 600 سال پیش از میلاد. اما این دین رسمی ایران نبود. آنها چی را عبادت میکنند؟ آنها آتش را عبادت میکنند و آن را مقدس میدانند و 4 عنصر را، یعنی باد، خاک، نور و آتش و آب را مقدس میدانند. نور؟ بله، به همین سبب آنها مرده ها را قبر نمی کنند، مرده را به خاک نمی سپارند. پس چیکار میکنند؟ برای دفن آنها چیزی با نام دخمه دارند که در بلندی ها واقع است. مرده را در آنجا می گذارند تا اینکه پرنده ها بیایند و آن مرده را بخورند. آنها گوشت مرده را می خورند و بعد وقتی استخوان ها باقی می مانند، استخوان ها را جمع آوری می کنند و در جای مخصوص می گذارند. تا حالا در هندوستان گروهی از زردشتیان با نام پارسیان در هندوستان موجودند. آنها با همین شیوه مرده را دفن می کنند.